مال بیت المال مثل مال یتیم وارد است. موترهای بیت المال مثل اموال یتیم وارد است. در مورد موترهای بیت المال، در مورد اسباب بیت المال مثل آتش، شاید این فکری ما باشه، قلب ما کمی نازک باشه، ما گمان میکنم که این مجاهدین همین موترهای دولتی بر استخوانهای شهدای ما حرام میره. همین تو تصور میکنم. یک دفعه با گمرک اسلام قلعه برای ما مجاهدین گفتن که به همین موتر سوار شد، اصلا انگار برای استخوانها آدم میشید، هیچ آدم جرأت نمیکرد که به موتر بیت المال بشینه. خیلی احتیاط کنیم، بدون جهت، بدون ضرورت مال بیت المال به میله بردن، به کارهای شخصی مصرف کردن. آتش سرخ است، آتش سرخ. شیخ الاسلام علامه مبارک زیبا فرمودند در وظایف دولتی از موترهای دولتی استفاده شد، در کارهای شخصی مثل میمانی و غیره و دیدن و فلان از موترهای شخصی استفاده شد. عمر ابن عبدالعزیز رضی الله عنه دو چراغ داشتند. دو چراغ داشتند. یک چراغ را روشن میکردن وقتی که مکتوبهای دولتی را نوشته میکردن، باز یک چراغ را روشن میکردن وقتی که کارهای شخصی را میکردن. سلابی را در تاریخ خود آورد. برای ما بزرگان گفتن که یک وقتی عمر ابن عبدالعزیز را در یک خیمه چراغ روشن، یک نفر آمد پیش سر گفت که ای عمر، ما با امرای تو گپ شخصی دارم، چراغ خاموش کن. گفت چراغ خاموش کردی؟ گفت تو گفتی که گپ شخصی دارم. چراغ بیت المال بود، کار دولتی به همراه ما ندارم.